سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز. دوستان امروز هم سمن سورن رو داریم که یه ضربه بسیار بدی داره و گلگیر و درش رو که مشاهده میکنید کامل پاره شده و میخوایم براشون یه کار رورنگی عالی انجام بدیم و امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. خب دوستان، اینم از باز شده درب که داریم کاراش انجام میدیم. و بریم که بقیه‌اش رو ببینیم. خب دوستان، اینم از اتمام کار صافکاری سمن سورنمون که یک کار عالی و درجه یک براشون انجام دادیم و این که امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد و ما رو حمایت کنید.